خب رفقای گل، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. امیدوارم حالتون خوب باشه و اینکه همونطور که قولشو دادم آقا اومدیم با یه ویدیوی جدید که گفته بودم فایل FPS چیه. FPS تون همونطور که ببینید الان رو 300 317 313. البته من هر رکوردرم روشن کردم در همین یه ذره کمه و تا 500 600 هم میتونید بگید سیستمتون بهتر باشه تا 1000 FPS هم میتونید بگیرید. بستگی سیستمتون هم داره و اینکه کار خاصی نداره بهتون بگم. یه باگی داره تو خود شبیه سازه و اینکه همه شبیه سازه جوابه. میتونید نگاه بکنید ویدیو تا آخر و دیگه همچین FPS رو دریافت بکنید. اسم لون ولف بریم. اما نتمونم نت چیه، پینگمونم اوکیه ولی تک به تکمون ریده. اینو بهتون بگم تک به تک ما مجبور ریده. رو پنل هم هستیم بخاطر همین تک به تکمون مجبور ریده. حالا میگید چرا این نقطه های سفید داره میاد رو صفحه؟ اینا هم دلیل داره، اینا هم همشون دلیل داره، نه بی دلیل نیستن. بنازم میگم تک به تکمون ریده. اما رو پنل، رو مود پنل فقط بلد خیلی بیدیم. رو مود کلین نوچ. شما هم به FPS نگاه کنید لذت ببرید. با من ریکوردرم روشن، لگم فکر میکنم یه ذره شاید داشته باشم، البته با این FPS فکر نکنم داشته باشم. داشت بیا دیگه، من هی نمیتونم بزنم. بزن لااقل نکن. داشت به وستت من گاییدم. از من یه ذره ایکس بایم برم بالاتر تا اوکی بشه. آقا من این آموزش رو ته ویدیو بهتون میگم. آقا این آموزش بهتون بگم آقا بهتون FPS فیک میده. الان FPS من در اصل این نیستش، پایین تره، ولی برای زیبایی و قشنگیش و اینجور چیزه. این نقطات سفیدی هم که میبینید اومده اینجا به خاطر همینه. ماشاءالله اشتی بزن تو میتونی دیگه. اینجا پنل روشن که الان اینا رو بزن. حیف برن ویدیو این پنل نمیدونی وگرنه الان درستش میکردم که دیگه بره رو مامان گرامیش دراز بکشه، نه رو ما. این چه تموم نمیشه من بهتون بگم. فعلا بکم نمیدونی یه کاس یه بریم فعلا یه لون ولت بهتون بگم. حالا بهتون گفتم این فقط خود شبیه سازه و برای FPS فیک میده و اینکه این نقطه سفید هم برای همونه. ولی اگه خواستین انجام بدین میتونید انجام بدین، اگرم نخواستین خب دیگه بستگی به خودتون داره. بیا جلو مشتی. بناد الان باید گفت اونجای مامانتو خورد که دراز نکشیم. داشتون عرب هم هست. باز رفت مود دیزرت.
قرار برو جای گرامی مادر خود دراز بکش تا بفهمی. یه بار دیگه. من با اینکه کلین ریدم ولی تو تایش زدم دیگه. دراز نکش. و خب بنده به آموزششم بهتون بگم یه نموره آموزششم بهتون بگم آقا تو خود شبیه ساز شما اگه بیاین توی این قسمت از شبیه ساز خب این تیکو فعال کنید و FPS و این تیکو فعال میکنی صفحه رو میچرخونی. وقتی صفحه رو بچرخونی این نقطه سفید میاد و همینید که FPS من الان روی 300 311 293 305 و همینجور بالاتر هم میره. فقط الان چه رکوردرم روشنه بخاطر همون داره چی شده و بیشتر هم میره ولی FPS اصلی من خیلی پایین تره ولی این FPS فیک بهتون میده و من یه فایل FPS هم براتون میذارم و یه خودتون اونو بزنید اون تأثیر داره ولی این فقط به عنوان فیک و مثلا خواستی پوز بدی همچین چیزی. سیستمم خوبه سیستم زغالیم میتونم همچین FPS بگیرم دیگه بخاطر همون گذاشتم و همین دیگه چیزی نمیمونه و اون فایلی که من گفتم جواب میدارم براتون میذارم تو کانال تلگرامم که لینکش توی بیوی چنل و تو کامنت ها پین شده میتونید بردارین و استفاده بکنید و همین دیگه تا ویدیو بعدی فعلا.